بسیار در زیر شرح‌ها می‌نویسند الله از شما راضی باشد. گفته الله از همه شما راضی باشه. به همه شما پاسخ گفته نمیتونیم، لیکن عامتا میگوییم که الله تعالی از همه شما راضی باشد. و رضوان من الله اکبر. الله تعالی میگه که واقعا راضیگی الله تعالی این بزرگترین نعمت است. از این دیده بزرگترین نعمت نیست. اگر الله تعالی از بندش راضی باشد دیگر چیزها براش سبک میشد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از طائف برگشتند و مردم طائف سنگسار کردند، گفتند که پروردگار اگر در این مصیبت ها، در این بلاها غضبی تو نباشد فلا ابالی، من پروا ندارم. مهم این است که تو از من راضی باشی. اگر تو از من راضی باشی این دیگر مصیبت ها برای ما سبک است. بنابراین راضیگی الله تعالی از همه بزرگترین مقصود بنده مسلمان است. الله سبحانه و تعالی از همه ما شما جمله مسلمانان راضی باشد.